ایدئولوژی اینها که ضدیت با غرب هست، این ضدیت با غرب رو الان نمادش که در واقع دم دستتر هست برای جمهوری اسلامی شده اسرائیل. اون گروه آخرالزمانی اصرار هم به ضدیت با اسرائیل رو دارن و دارن ادامه میدن. همسایگان ما رو همینا کلا از دست دادند. حتی قطر مایل نیست به که موشک بهش زدن، به ترکیه موشک زدن، به ام القراهای اخوان المسلمین موشک زدن. خب همین میتونه تضعیف مرحله به مرحله رژیم رو ایجاد کنه. فقط نگاه کنیم، حالا مقایسه کنیم با یه سال پیش، لایه اول و دوم رژیم جمهوری اسلامی کاملا تراشیده شده. و بحث آمریکا هم که خب اینا در مقابل آمریکا نیاز به اهرم‌های بازدارندگی دارن. همونجوری که میگی یا باید برن هم سلاح هسته‌ای یا اینها نمیتونند تنگه هرمز رو بدن به آمریکایی‌ها. طلوع دوباره شیر و خورشید، طلوع دوباره صلح در جهان، طلوع دوباره شیر و خورشید، طلوع دوباره صلح در جهان. درود و عرض ادب. بهمن خبیری هستم، یکی از هموندان حزب ایران نوین و در یکی دیگه از برنامه‌های رو به میهن همراه هستم با دوست و همکار فریختم آقای دکتر رضا عرب. در برنامه امروز درباره به اصطلاح تفاهم امضا شده بین آمریکا و جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم و حالا فارغ از بندهای این تفاهم نامه که قرار مقدمه‌ای بشه بر دور جدید مذاکرات، بیشتر به این مسئله می‌پردازیم که آیا اساساً ثبت یه توافق یا امضای تفاهم نامه و قراردادهای این چنینی آیا رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر میده یا نه، یا تلاش جمهوری اسلامی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای آیا میتونه متوقف کنه، یا ناامن کردن منطقه توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو میتونه از بین ببره و اساساً آیا جمهوری اسلامی میتونه ماهیتاً به مانند یک دولت عادی رفتار کنه. من بحث با طرح این مسئله آغاز میکنم. رضای عزیز از شما میشنویم. درود بر تو بهمن عزیز. من درود میفرستم به بینندگان محترم. در مورد جمهوری اسلامی و سوالی که پرسیدی، پاسخ کوتاه من خیره. جمهوری اسلامی نمیتونه تغییر ماهوی بده مگر اینکه کلاً به آرمانهای انقلاب اسلامی پشت بکنه که به نظر من احتمال غیر ممکن نیست، یعنی درصدش صفره. دلایلی دارم، حالا شروع میکنم با برشمردنش. ببین، آرمان انقلاب اسلامی، اون چیزی که خمینی وارد ایران کرد با ورود منحوسش به ایران در 12 بهمن 57، بر چند تا بنیان ایدئولوژیک بود که سابقه تاریخی داشت در تاریخ ایران، اما از نظر رابطش با فرهنگ و تفکر و سیاست ایرانی مثل رابطه سرطان بود به یک بدن. یعنی در اون بدن شکل گرفته بود اما واقعا ضربه زننده به اون بدن بود و تا موقعی که مهار شده بود اون نیروها، به خصوص شما اگر دوره پهلوی رو نگاه بکنید، تا مادامی که این نیروهای ایدئولوژیک مهار شده بودند، دولت ملی میتونست کار خودش رو بکنه و مردم سطح رفاه بسیار بالایی داشتن. به ما خطراتی که در اون 1-2 سال قبل از 57 رخ داد رو نمیدیدیم. یه سری بنیان‌های اینها برش معتقدن. یکیش بحث ضدیت با ایرانی بودنه یا ضدیت با اتکای بر هویت ایرانی است. دلیلش هم خب امتگرایی است در فرهنگ ایدئولوژیک اسلامی. یعنی اینا اعتقادی به فرهنگ ایرانی ندارن. طبیعتاً وقتی شما اعتقادی به اون هویت ایرانی نداشته باشید، منفعت ایران هم براتون اهمیتی نداره. شما منفعت دیگری رو پیگیری میکنید. از طرف دیگه اینا به دلیل نگاه بسیار امت محوری که داشتن و در اون جریان ضد یهودی که در اون دوره در حالا گروه‌های اسلامگرا شکل گرفته بود، گروه‌های پان عرب شکل گرفته بود و اینها به دلیل اینکه آبشخور فکریشون از اونجا بود، اینا نگاه ضد اسرائیلی هم داشتن. یعنی بنیان ضد اسرائیلی بخشی از دی ان ای اینهاست. اون هم قابل تغییر نیست، تغییر نکرده. یعنی شاید داره یک قرن میشه که این یکی از بنیان‌های اصلی هویتیشون بوده.
اینها ضد غرب هستن، ضد فرهنگ مدرنیته هستن، ضد خرد غرب هستن. اینها به شدت در دوره‌های مختلف ضد اون نیروی بودن در جهان غرب که نمایندگی کننده قدرت غربی بوده یا خرد غربی بوده. مثلا الان که آمریکا خب ابرقدرته، اینها به شدت ضد آمریکایی‌اند. به دلیل این مسائل اینها صاحب یک پروژه اند یا وامداران یک پروژه اند و به دلیل اینکه این مذهبی است و اینها امروز خودشون در این دنیا و آینده خودشون در اون دنیایی که بهش اعتقاد دارن رو وابسته به پروژه‌ای میدونن که پیگیرش هستند، اینها حاضرن بمیرن برای رسیدن به اون آرمان‌ها. اون آرمان‌ها هم چیز؟ آرمان‌های انقلاب اسلامی است، به این معنا که انقلاب اسلامی باید گسترش پیدا بکنه در منطقه. راه گسترشش در منطقه حداقل حذف اسرائیل و دور کردن آمریکا از منطقه. این چیزی نیست که خمینی فقط گفته باشه. شما این رو در متون خیلی های دیگه هم که به این جریان معتقد بودن در حالا طیف سنی و شیعه دیدید. از سید قطب بگیرید تا جمال الدین اسدآبادی تا خب خود یکی مثل خمینی یا حتی آدم هایی که در دوره 57 بودن مثل منتظری و دیگران. لذا از نظر ایدئولوژیک این چیزیه که اینها هستند. تمام سازواره مادی و دولتی هم که ایجاد کردن به اسم ساختار جمهوری اسلامی کارویژه‌اش تحقق این اصول بنیادین ایدئولوژیکه. شما ببینید ما در یک وضعیت استثنایی زندگی میکنیم. یعنی مثلا ما هنوز دادگاه انقلاب داریم. خب مثلا نیم قرن بعد از 57 شما چرا باید دادگاه انقلاب اسلامی داشته باشید؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارید. یعنی شما یک تشکل نظامی دارید فراتر از یک ارتشی که در یک حالا دولت ملتی باید وجود داشته باشه. وظیفه‌ش هم نقشش در دولت ملت تعریف نمیشه. هدفش صدور انقلاب اسلامیه. شما اساسنامه سپاه پاسداران رو که میخونید چیزی از ایران نیومده. بحثش بحث حفاظت و صدور انقلاب حفاظت از و صدور انقلاب اسلامیه. و تمام نهادهای دیگه از شورای نگهبان بگیرید تا خود ولایت فقیه که بالاخره عمود خیمه است. پس مجموعه نه تنها ایدئولوژیک بنیادهاش مبتنی بر اینه که اینها همینین که هستن، یه سازواره مادی و ساختاری هم درست کردن برای پیگیریش. خب اگر شما بگید که جمهوری اسلامی ممکنه تغییر بکنه، یعنی این که باید در دو سطح هم ایدئولوژیک و هم ساختاری به طور کلی تغییر شکل بده. در تمام این نهادها رو مثلا باید ببندن. من چه این چیزی نمیبینم. و آدم‌هایی هم که الان مطرح میشن، مثلا فرض کنید بعضیا حساب میکنن روی یکی مثل قالیباف، یا حتی شما بیا این طرفتر، برخی که خیلی خوشبین هستن ممکنه نگاه بکنن به اصلاح طلبا. اینا در اصول ایدئولوژیک و پایبندیشون به این ساختار مادی معمولاً تشکیکی وارد نمی‌کنن. اینا بحثشون حدود حق و اختیارات نهادهای مختلف در این سازوار است. یعنی بحثشون همیشه چنین چیزی بوده. جمهوری اسلامی یک کار دیگر هم در این مدت کرده و این رو هم طوری انجام داده که کار کرده براش. اون هم چیزی که خودشون بهش میگن سفره انقلاب. توزیع امتیازها سر سفره انقلاب مبتنی بر وابستگی ایدئولوژیک افراد به همون بنیادهای ایدئولوژیک و نهادهایی که ایجاد کردن، بر اساس وفاداری و کار کردن در اون چارچوب امتیازها رو توزیع میکنن. طوری هم امتیازها توزیع میشه که شما معمولا کسی رو خیلی کم میبینی کسی از سفره انقلاب کلا بره. مثالی که بخوام بزنم اینه که از بعد از دولت خاتمی به این ور یه طیفی از اصلاح طلبها که اصطلاحاً اون موقع اصلاح طلبهای تندتری بودن، مثلا در اون تحسن مجلس ششم شرکت کرده بودن، اون افراد یک دوره‌ای در سیاست در درون جمهوری اسلامی به طور علنی نبودن، اما همگیشون پشت پرده در هیئت مدیره سازمان‌ها بودن، صاحب مثلا هواپیمایی بودن، در صنایع نفت نقش داشتن، مدیر بودن، از سفره انقلاب خارج نشدن. به دلیل همین پیوند اون ایدئولوژی و این نهادها و این امتیازهای سر سفره انقلاب یه مقدار حتی سخت شده جدا شدن برای خود این افراد، یا حتی براشون توجیهی نداره که از سر سفره انقلاب پاشن. چون یه اصطلاحی بود در خدمت سربازی میگفتن که این، حالا به شوخی میگفتن که این
خدمت ما اینجا مرخصی داره اما ترخیص نداره. سفره انقلاب اینجوریه، مرخصی داره ترخیص نداره. برای همینم الان که میبینی در بعد از دی ماه به طور اخص اکثر اون چهرهایی که در گذشته برخی تصور میکردن ممکنه اینا زاویه داشته باشن با علی خامنه‌ای، اومدن و در پشت سر خامنه‌ای در مقابل ملت ایران ایستادن. درسته رضا، دقیقا حرفی که زدی درباره ایدئولوژی اینها که ضدیت با غرب هست، من میخوام بگم که این ضدیت با غرب رو الان نمادش که در واقع دم دست‌تر هست برای جمهوری اسلامی شده اسرائیل و اون ضدیتی که جمهوری اسلامی باهاش به وجود اومد، یعنی ضدیت با غرب الان در اسرائیل داره در واقع جلوه پیدا میکنه. ولی خب همراه اون اصرارشون بر نشستن بر سر سفره انقلاب، یک گروه، حالا من بهشون میگم اون گروه آخرالزمانی، اصرار هم به ضدیت با اسرائیل رو دارن و دارن ادامه میدن. اما خب تو همین وضعیت اشتباهاتی هم مرتکب میشن که نهایتا به ضرر خودشون و به ضرر اون سفره انقلاب تموم میشه. یعنی اون اشتباهی که اون فاجعه‌ای که در اکتبر 2023 اتفاق افتاد، خب همه چی رو برد به این سمت که سیاست جهانی در واقع اینطور بشه که خاورمیانه آرام بشه و اون تهدید موجودیتی برای اسرائیل، حداقل خود اسرائیل تصمیم بگیره که این تهدیدات موجودیتی برای خودش رو برای همیشه از بین ببره. خب این یه تفاهم نامه یا حالا نیمچه تفاهم نامه امضا شده ولی هیچ وقت به اون هدف نرسیده و اگه حالا غرب، آمریکا و اسرائیل اگه بخواد به اون هدفش برسه، عملا جمهوری اسلامی باید پا روی اعتقادات وجودی خودش بذاره، همونطور که گفتی بر اساس یک سری پایه‌های شکل گرفته و اگه اساس ایدئولوژیکش رو کنار بذاره، خب دیگه اصلا جمهوری اسلامی نیست. به هر حال اون چیزی که الان تنها عامل بازدارنده براشون محسوب میشه برای جمهوری اسلامی، به نظر من این هست که برن به سمت بمب هسته‌ای. در غیر این صورت با این تفاهم نامه، اگه حالا قبلا هم به آهستگی به سمت بمب اتم پیش میرفت، این تفاهم نامه یک فقط یه فرصتی برای خودش میخواسته ایجاد کنه که حالا بتونه سریعتر حرکت کنه به سمت سلاح هسته‌ای، اگر نه هیچ شانسی برای بقا نداره، چون هیچ بازدارندگی در مقابل اسرائیل نداره. اون ضدیت با غرب، اون ایدئولوژی که دیگه نهادینه شده در این نظام، اونو نمیتونه قیچیش کنه، اونو نمیتونه از بین ببره و اسرائیل نماد اون در واقع ضدیت با غرب هست برای جمهوری اسلامی و الان هم هیچ بازدارندگی در مقابلش نداره. بخش مهمی از کارتاشو بازی کرده جمهوری اسلامی در سالهای اخیر. توان موشکیش بوده، بر اساس همون پایه‌های ایدئولوژیکش سالها روی در واقع شهرهای موشکی کار کرده، اونو به عنوان عامل بازدارندش معرفی میکرد و تبلیغ میکرد. یادمون هست سریال هایی که میساختن در اخبار جمهوری اسلامی و سردارای سپاه رژه میرفتن در تونل ها در کنار انبوه موشک هایی که انبار کرده بودن. اما خب وقتی که تو اون عملیات های موسوم به وعده صادق به کارشون گرفتن، اوضاع برعکس شد. به جای اینکه ترس رو بیشتر کنه در رقیب اسرائیلی، یه جوری اومد اون ادراک قابل مهار بودن رو تقویت کرد در اسرائیل و الان میبینید در حملات اخیر اسرائیل همه موشک‌ها رو در واقع میتونه کنترل کنه، میتونه اون در واقع قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی، اون قدرت ضربه‌زنی جمهوری اسلامی رو کاملا مهار کرده. خب شما وقتی در منطق بازدارندگی، شما وقتی استفاده میکنی از اون کارتت و نمیتونی هیچ هزینه معناداری وارد کنی به حریف، عملا اثر معکوس داره. یعنی اینطوری است که تهدید رو عادی میکنه. همین الگو حالا درباره شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هم صدق میکنه که باز بر اساس ایدئولوژی جمهوری اسلامی شکل گرفتن. کارت حماس با 7 اکتبر از بین رفت، به جای تثبیت بازدارندگی اومد با یه ضد حمله گسترده از طرف اسرائیل عملا نابود شد حماس. حزب الله هم همینطور، یه سری درگیری‌های کنترل شده هنوزم ادامه داره و بیشتر در واقع شده به عنوان یه بازو برای آمریکا و خود اسرائیل که بتونن بازی‌ها رو کنترل کنن. شده یک عامل مدیریت بازی برای غرب. تهدید کشورهای عربی هم که این اواخر خصوصا امارات حالا تو همین چارچوب بوده، اما در واقع
اجماع منطقه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرد. تنگه هرمز هم همینطور. من میخوام اینو بگم که کارت‌هاشو یکی یکی جمهوری اسلامی بازی کرد و الان تنها چیزی که براش مونده، حالا به نظر میاد هنوز روی تنگه هرمز خیلی اصرار دارن، ولی عملا در میدان هم مشخص شد با اجرای فاز اول محاصره دریایی و اسکورت حالا نفتکشا توسط آمریکا و مسیرهایی که پاکسازی کردن، فشارهایی که به زیرساختهای حیاتی خود جمهوری اسلامی آوردن، عملا اقتصاد جمهوری اسلامی رفت به سمت فلج شدن. یعنی اون کارت تنگه هرمز هم نتونست بازدارندگی ایجاد کنه برای جمهوری اسلامی. به هر حال بازار انرژی هم ابزارهای خودشو داره، مثل ذخایر استراتژیک وجود داره، تغییر مسیرها امکان پذیره، ظرفیت‌های جایگزین منطقه‌ای وجود داشته. همه اینا اون شوک به بازار رو جذب کرد و قیمت نفت رو به صورت نسبی پایین نگه داشت. بنابراین حتی اگه اختلالی هم الان ایجاد بشه و جمهوری اسلامی بتونه اختلالی هم ایجاد کنه از نظر نیابتی ها، تنگه هرمز، حتی عملیات موشکی، دیگه اون فلج کنندگی و اون تبلیغات بازدارندگی رو نداره. به خاطر همین نظر من این هست که میره به سمت این که برای حفظ ایدئولوژیش و برای حفظ اون پایه هایی که در واقع تو دونه دونه اسم بردی، میره به سمت این که سلاح هسته‌ای داشته باشه برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنه. به خاطر همین هست که من فکر میکنم این گونه قراردادها هم خود جمهوری اسلامی و هم آمریکا میدونه که نمیتونه به سرانجامی برسه و جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر نمیده، چون اگر تغییر بده دیگه جمهوری اسلامی نیست، چون اون پایه هایی که اسم بردی اصلا دیگه برقرار نمیمونه. به خاطر همین مجبوره که جمهوری اسلامی یک بازدارندگی برای خودش دوباره پیدا کنه و اون چیزی نیست غیر از سلاح هسته‌ای. و همین سلاح هسته‌ای در واقع اولین موردی هست که در مذاکراتی که روی این تفاهم نامه قراره انجام بشه قرار روش صحبت بشه. حالا بحثم اینه که با سوختن همه این کارت‌ها دیگه اگر نخواد جمهوری اسلامی به سمت سلاح هسته‌ای بره، فروپاشیش بسیار سریعتر میشه و این حالا یه در واقع به چاقوی دولبه است. به سمت سلاح هسته‌ای بره هم یه گزینه خیلی پرهزینه و پرخطر هست. به خاطر همین من فکر میکنم در انتهای این تفاهمات رفتار جمهوری اسلامی نمیتونه تغییر کنه، نمیتونه، چون چاره ای نداره، نمیتونه تغییر بده و اگه تغییر نده هم رفتارشو، خب به نظر من این هست که دوباره دور سوم حملات اسرائیل و آمریکا شروع میشه. حالا نظرت رو هم میشنوم. جمهوری اسلامی در یک غیر از اون بنیان‌هایی که گفتم و تو هم بهش تاکید کردی، جمهوری اسلامی الان در یک وضعیتی هم قرار گرفته که راه پس نداره و یه راه پیش محدود داره. بخشیشو گفتی. تو خود جمهوری اسلامی اخیراً صحبت درش زیاد شده که واقعا برای بازدارندگی به سلاح هسته‌ای نیاز دارن. من بعید میدونم که این چیز جدیدی باشه. در درون جمهوری اسلامی همیشه بحث سلاح هسته‌ای بوده، فقط مسئله این بود که چجوری باید یواشکی انجامش بدن که نهادهای بین‌المللی نفهمن. مسئله بعد اسرائیل دیگه در وضعیتی نیست که کوتاه بیاد با جمهوری اسلامی. به 7 اکتبر به خوبی اشاره کردیم. مجموعه کارهایی که جمهوری اسلامی کرده در این 47 سال، به خصوص 7 اکتبر 2023، اسرائیل رو به این جنبندی رسیده که از نظر وجودی اسرائیل باید اتمام جمهوری اسلامی، اتمام پروژه انقلاب اسلامی و تمام بازوهای این اختاپوس رو ببینه که از نظر امنیت ملی در یک آرامش زندگی بکنه. و اسرائیل تا انتهای این باید بره و خواهد رفت. جمهوری اسلامی اینو میدونه. پس جمهوری اسلامی از اسرائیل ستیزی خودش نمیتونه کوتاه بیاد، چون از نظر استراتژیک به معنای مرگ خودشه. پس این جنگ هم تموم نمیشه. این جنگ ادامه پیدا میکنه تا یک طرف حذف بشه. خب طرفی که حذف میشه، خب احتمالاً جمهوری اسلامی، چون به مراتب ضعیف‌تره. و مسئله سومی که خیلی مهمه، جمهوری اسلامی با مردم خودش درگیره، با ملت ایران وارد جنگه. اینجاست که جمهوری اسلامی در خیلی از موارد نمیتونه نه عقب بره نه جلو بره. به دلیل اینی که در هر فرصتی ملت ایران در مقابل جمهوری اسلامی به پا میخیزه و اگر توانمند شده باشه، جمهوری اسلامی ضعیف شده باشه، خب طبیعتاً ملت ایران پیروز میشه. این سه جنبه در کنار هم جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که راه
پس نداره، باید به پیش بره. از یه منظرم فقط میتونه به پیش بره. یه جنبه دیگر هم باید اضافه بکنی. جمهوری اسلامی یه کاری که در این دوره کرد، در دوره جنگ 39 روزه کرد، این بود که حسی که نسبت به همه همسایگان داشت رو نشون داد. در ذیل اون پروژه انقلاب اسلامی، برای اینکه میگم این پروژه انقلاب اسلامی بنیانهای ایدئولوژیکش ترجمه شده برسه این نهادها، حالا یک صورت دموکراتیک، صورت دیپلماتیک عذرخواهی می‌کنم، یک صورت دیپلماتیک هم به این دادند، اما همیشه میلشون به این بود که این انقلاب اسلامی گسترش پیدا بکنه. شما با موشک زدن جمهوری اسلامی به تمام کشورهای منطقه، الان جمهوری اسلامی خودش رو بیشتر فرو برده در اون تنهایی ژئوپلیتیکی درش هست و این وضعیت رو براشون بحرانی تر میکنه. الان با اینکه ما در آتش بس هستیم، مدت ها هم هست، الان دیگه وارد مرحله دوم آتش بس شدیم. یه آتش بس 2 ماهه بود، باز الان یه آتش بس 2 ماهه دیگه الان تفاهم‌نامه‌اش رو امضا کردن. ممکنه 1-2 بار دیگه هم همین تفاهم‌نامه‌های آتش بس رو امضا کنن، پیش بره. یعنی شما فرض رو برای بگیرید که ممکنه این خودش مثلا چندین ماه طول بکشه، حالتی که بعد از جنگ 12 روزه رخ داد که شما 6 ماه داشتید در حالت آتش بس شکننده تا اون قیام مردمی دیما حدودی. در این وضعیت هنوز با اینکه چند ماه گذشته از شروع آتش بس، کشورهای منطقه هنوز ارتباطات نرمال رو با جمهوری اسلامی برقرار نکردن. چون کشورهای همسایه، شما از پروازایی که به ایران میشه در نظر بگیرید تا ارتباطات تجاری، ارتباطاتی که ممکن بود یا حداقل قبل از جنگ 39 برقرار بود و بعید کشورهایی مثل امارات خیلی دو اهمیت داشت برای تجارت جمهوری اسلامی و دور زدن تحریم هایی که جمهوری اسلامی انجام میداد. بعید مثلا دبی دوباره برگرده به اون مدار. نشون دهنده اینه که کشورهای منطقه هم میدونن که وضعیت جمهوری اسلامی نرمال نیست. جمهوری اسلامی از یک نظر تنها راهی که داره و احتمالاً بخشی از اون چیزایی است که ما نمیدونیم، اما وقتی افراد میگن چی شده که الان قالیباف میشینه با ونس صحبت میکنه، احتمالاً برخی از صحبتایی که داره میشه مبتنی بر همینه که چجوری میشود کنترل شده جمهوری اسلامی رو به سمتی برد که یک نیروهایی بیان که بعض برخی از اون مواضع ایدئولوژیک کوتاه بیان. آیا امکانش وجود داره؟ من بعید میدونم، چون درگیری رو در همون سر سفره انقلاب به حد اکثر خودش میرسونه و اینها در یه سری اصول هم عقب نشینی نمیکنن. مثلا خود قالیباف، شما فرض رو بر این بگیرید که آمریکایی‌ها الان روی قالیباف شرط بندی کردن که این مثلا آدم حسابی ایناست، میتونه با آمریکایی‌ها حرف بزنه و قدرت این هم داره که جمع کنه در اون سیستم رو. ما میدونیم نمیتونه. علاوه بر این خودش در صحبتی که میکنه تلویزیون جمهوری اسلامی، همون روزی بود که تفاهم‌نامه امضا شده بود یا روز بعدش، که اونجا توجیه داره میاره که حالا الان ما انتقام خون خامنه‌ای شهید رو میگه الان نمیگیریم، اما امام زمان که میگیره و اونجا علنی میگه انتقام اصلی آزادی قدسه. یعنی مشخصاً از اون بحث استراتژی هیچ کسی در جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد اومد. دلیلش هم ریشه در بنیان ایدئولوژیکشون داره، هم در یک واقعیت ژئوپلیتیک که اسرائیل میدونه اینا کیان و اسرائیل الان دیگه تا انتها خواهد رفت. اما خب میگم جوانب دیگه‌ای رو هم میشه بررسی کرد. من تو از چه منظری تو نگاه میکنی به این بحث ژئوپلیتیک قضیه؟ منم دقیقاً باهات موافقم که این میتونه این روند اختلاف داخلی و جنگ قدرت رو در باقی مانده رژیم بیشتر کنه. همین الان هم میبینیم جناح پایداری‌ها چطوری دارن دست و پا میزنن. خب همین میتونه تضعیف مرحله به مرحله رژیم رو ایجاد کنه و اتفاقا اینجوری هزینه کمتری هم برای آمریکا داره. فقط نگاه کنیم، حالا مقایسه کنیم با یه سال پیش، لایه اول و دوم رژیم جمهوری اسلامی کاملا تراشیده شده و شکی هم ندارم حتی اگه همین امروز هم خبر توافق آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر بشه که رفتن سوئیس با هم دیگه دیدار کنن، بازم این روند تضعیف جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. یعنی یه توافقنامه و یه صلح با آمریکا در حالتی که
رهبرشون رو به قتل رسوندن، تمام ناوهای هوایی و دریاییشون رو نابود کردن، تلفات سنگین گذاشتن روی ادوات نظامیشون، انبارای موشکیشون رو زدن، ضررهای بزرگ اقتصادی بهشون رسیده، نیابتی‌هاشون رو زدن. حالا هم باید امضا کنن که تنگه هرمز رو دیگه ناامن نکنن همونطور که گفتی، و اورانیوم رو هم که باید تحویل بدن یا رقیق کنن به هر صورتی. این مطمئنا باعث اختلاف در لایه سوم رژیم میشه. خیلی طبیعی هست، دقیقا به دلایلی که گفتی. یک بنیانی وجود داشته که جمهوری اسلامی روی اون در واقع ساخته شده و اگه اون بنیان ها از بین بره با این در واقع در حین این مذاکرات، اینها حتما به جون هم میافتن. به هر حال در کنار اون اصلاح طلبان که من الان غالیباف رو هم در اون جناح میبینم برای اینکه تفکیک انجام بدیم، اون جناح فهمیده که وضع خب خراب هست، باید به هر طریق این وضعیت جمع بشه، صلح بشه، اما در کنارشون گروه دیگه‌ای هم هستن که تفکر آخرالزمانی دارن و اعتقادشون این هست که باید به آمریکا و خصوصا اسرائیل ضربه بزنیم. به همین و به درستی هم میدونن که سلاح هسته‌ای الان تنها راهش هست و به خاطر همین هم به نظر من خیلی سریعتر نسبت به قبل الان در فکرش هستن که به سمت سلاح هسته‌ای یا خریدش پیش برن، در حال اینکه سلاح هسته‌ای داشته باشن. هیچ توافقی، هیچ تفاهمی نمیتونه این اعتقاد و این بنیانها رو عوض کنه. همونطور که گفتی، اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی، نگاهی که به همسایه هاشون دارن، این از ایدئولوژیشون میاد، این از اعتقادشون میاد. این با هیچ تفاهم نامه و با هیچ توافق نامه‌ای تغییر نخواهد کرد. حالا این رفتارها و حرفای به زعم ما متناقض ترامپ هم برای اینه که این دو گروه به نظر من بیشتر با هم درگیر بشن، اختلافاتشون بیشتر بالا بگیره و در ادامه به نظر من این اتفاق هم میفته. همین میشه که از عوامل تضعیف جمهوری اسلامی. یعنی اگه قرار باشه یه روزی هم حالا نیروی زمینی وارد بشه، من تحلیلم این هست که بعد از این مرحله خواهد بود، به خاطر اینکه کمترین هزینه و کمترین تلفات داشته باشه. به هر حال مادامی که نیروهای آمریکایی در منطقه حضور دارن، با وجود تمام این تفاهم‌ها، محاصره دریایی میتونه به راحتی و به سرعت برگرده و نهایتاً هم هیچ راه فراری جز تسلیم کامل و بی قید و شرط برای جمهوری اسلامی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ به خاطر اینکه راه دیگه ای نیست. از هر طرف بره به در واقع بنبست میخوره. یک طرف تسلیم روی کاغذ هست و یک طرف نگه داشتن اعتقادات و تسلیم در جنگ هست. تنها دلیل این بالا پایین شدن ها و این بازی های روانی و این مذاکرات و این روند مذاکره، جنگ، آتش بس، مذاکره مجدد هم به خاطر این هست که تلفات انسانی و به هر حال نوسانات بازار به حداقل برسه. به هر حال هم هموطنان عزیز ما، هم سربازان آمریکایی، هم مردم منطقه، همسایه‌های جنوبی و همینطور شهروندان اسرائیلی، همه در خطر هستند در مقابل جمهوری اسلامی. این بالا پایین شدن ها، این تفاهم ها، این حالا سوء تفاهم ها، دلیلش این است که این تلفات به نظر من کمتر و کمتر بشه. اما هدف غرب به نظر من کماکان همونه، تسلیم کامل دشمنان آمریکا و اسرائیل و بقیه‌اش هم که به نظرم با ما مردم ایران هست که باقی مانده این رژیم رو جارو کنیم. اما اون چیزی که مسلم اینه که سیاست جمهوری اسلامی درباره سلاح هسته‌ای و نیابتی‌ها و تغییر رفتارش در واقع پایدار نیست، چون تغییر تو این سیاست به نظر من جمهوری اسلامی رو دیگه از جمهوری اسلامی بودن میندازه به صورت کامل. اگر آمریکایی‌ها این بلایی که الان سر جمهوری اسلامی رو آوردن و در سال فرض کنید 1365 یا 1370 می آوردن، شما میتونستید تصور بکنید که ممکنه در لایه‌ای از جمهوری اسلامی کسانی رو پیدا بکنید که تغییر رویه حاضر بشن بدن. که من معتقدم اون موقع هم همچین آدمایی پیدا نمی‌شدن، اون موقع که بیشتر ایدئولوژیک بودن. الان غیر ممکن شده. یک دلیلش بنیان ایدئولوژیک اسلامگراها که یک روزه بر نمیگردن اسلامگرایی. اینها کل زندگیشون، هستیشون، تفکرشون اینه. اینها زندگی بکنند ایران قلمرو تحت اشغال اون حکومت اسلامیشون باشه، خب در بهشتن، کشته هم بشن در این راه، به نظر خودشون در بهشت زندگی خواهند کرد. بحث بنیان ایدئولوژیک هست. بحث بعدی، مردم ایران. اینها یک حکومت اشغالگری هستن که دیگه مردم به طور کلیت این ملت اینجوری نگاه میکنه به این رژیم، الان منتظر فرصتی که انتقام بگیره.
انتقام دیماه و انتقام تمام این اعدام‌ها و کشتارهایی که اینا کردن در این 47 سال. این فاکتور بسیار بزرگی است. هیچ وقت ما چنین حالتی نداشتیم در این ملت که ملت مترصد یک فرصت باشه که انتقام بگیره از اینها. اینا فقط شما چجوری میخوای تغییر ساختاری بدی اگرم بتونی بدون اینکه خب یک پایگاه اجتماعی گسترده داشته باشی، حمایت مردمی داشته باشی. از طرف دیگه بحث اسرائیله. اینها و اسرائیل، این جمهوری اسلامی و اسرائیل از نظر وجودی با هم درگیرن. وجود یکی نقض کننده اون یکی دیگه است، پس یکی باید حذف شه. همسایگان ما را همینا کلا از دست دادند. الان فقط پاکستانه که ابراز علاقه میکنه به این رژیم. حتی قطر مایل نیست. دادایی که موشک بهش زدن، به ترکیه موشک زدن، به ام القراهای اخوان المسلمین اینا موشک زدن. و بحث آمریکا هم که خب اینا در مقابل آمریکا نیاز به اهرم‌های بازدارندگی دارن. همونجوری که میگی یا باید برن سمت سلاح هسته‌ای یا اینها نمیتونند تنگه هرمز رو بدن به آمریکایی‌ها. چون اینا مبتنی بر این سوء تفاهمند و توهمند که آمریکا در اون دستگاهش صبح تا شب به فکر اینن که جمهوری اسلامی رو بندازن. شما اصلا گفتار خمینی و خامنه‌ای رو ببینید، اینها اصلا انگاری بیماری این رو دارن، یک سوء ظنی دارن نسبت به اینکه آمریکایی‌ها صبح تا شب به هیچ چیزی فکر نمی‌کنن جز اینکه جمهوری اسلامی رو چجوری بندازن. مجموع این عوامل، من هم جنبندیم همینه که کاملا حرف درسته. عملاً اینا در برخی از این حدس و گمان‌ها به نظر من مانورهای رسانه‌ای است یا تبلیغاتی است در باب غیر ممکن‌ها.